سقوط حکومت بشار اسد و تغییر قدرت در سوریه یکی از تحولات مهم بین المللی در سال 2024 گردید. وقتی جنگجویان روز 8 دکبر دمشق را اشغال کردند، حکومت طالبان در افغانستان آنها را تبریک نموده باور داشتند که تحریر شام و گروه‌های همراهش حکومت مستقل اسلامی به مثل طالبان بنیاد می‌کنند. اما با گذشت چند هفته حاکمان اسلامگرای گروه هیئت تحریر شام تلاش دارند از طالبان افغانستان فاصله گیری کنند. این گروه وعده داد که حقوق زنان به تحصیل و کار رعایت می شود و در سوریه حکومت عبارت از نمایندگان مختلف سیاسی و قومی سری کار خواهد آمد. همکارم طاهر سفر برای بررسی موضوع با ما در استودیو است. طاهر سلام. آیا امیدواری طالبان در سوریه تطبیق شد و چی مانندی یا فرق بین این دو گروه است؟ بله خیرامان، تحریر شام که امریکا و اتحادیه اروپا را سازمان تروریستی می‌دانند بعد از گرفتن حکومت در سوریه نشان دادنی است که شیوه حکومتداریش از شیوه مدیریت طالبان در افغانستان فرق می‌کند. رهبر گروه احمد شر که پیشتر با نام ابو محمدی جولانی مشهور بود گفت که به فرق از برخورد افراطگرانه طالبان مثلا به حقوق زن از سیاست معتدل و مصالحه ملی کار می‌گیرد و با جامعه جهانی رابطه برقرار می‌کند. طاهر، می شود مشخص‌تر درباره حقوق زنان گویم حاکمان نو سوریه چی وعده دادند؟ بله خیرامان، احمد شر گفت که حکومت او به زنان امکان می‌دهد تحصیل کنند. به قول وی در شهر ادلیب سوریه که 8 سال تحت نظارت تحریر شام بود 60% دانشجویان دختران و زنان هستند. احمد شر همچنین افزود که زنان مسائل را مجبور نمی‌کنند که حجاب پوشند، اما باید این نکته هم گفته شود که تحریر شام آزادی پوره زنان را جانبداری نمی‌کند و محدودیت‌های گوناگون را برای آنها پیش بینی کرده است. سخنگوی تحریر شام گفت مسئله قبول زنان به مقامات دادگاهی را اول باید کارشناسان تحقیق کنند. موقع وی درباره کار زنان و پارلمان و حکومت در سوریه هم چنین است. طوری می‌دانیم طالبان سال 2021 یک ماه بعد از اشغال کابل تحصیل دختران از صنف ششم بالا را منع کردند و همچنین دختران را از حق تحصیل در دانشگاه کاملا محروم ساختند. بله. جامعه جهانی بیش از 3 سال باز حکومت طالبان را در افغانستان اعتراف نکرده است و یک طلب اساسی رعایت حقوق مردم و تشکیل حکومت فراگیر با شرکت نمایندگان قوم و گروه‌های مختلف است. تحریر شام در این مورد چی برنامه داشته است؟ تا این دم گروه تحریر شام رهبران حکومت موقتی را فقط از حساب اعضای خود انتخاب کرده است. احمد شر یا همان ابو محمدی جولانی وعده داد که حکومت فراگیر تأسیس می‌دهد و در پی آشتی ملی می شود و یکی از مقامداران بلندپای بحث حزب پیشین حاکم در سوریه و معاون پرزیدنت سابق فاروق الشرعه را به شرکت در نشست مکالمه ملی به پایتخت سوریه دمشق دعوت کرد و وعده داد که برای تهیه سرقانون مطابق برای همه گروه‌ها و قوم‌ها در سوریه تلاش می‌کند. ابوبکر صدیق تحلیلگر رادیو آزادی می‌گوید که این گروه به طالبانی که از سال 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفتند مانند نیست. با گفته ابوبکر صدیق حکومت دینی به رهبری ملاهای طالب از افغان‌هایی که طالب نیستند کناره‌گیری می‌کنند و از تهیه سرقانون خودداری می‌نمایند. در هر صورت خیرامان از تحولات در سوریه وقتی زیاد نگذشته است و برای نتیجه گیری هنوز فرصت ضرور است. درست است. تشکر همکارم طاهر سفر بود. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزی کنعان، بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه‌های انسانی و سبق‌های حیاتی.